اندام دست سروکاتیه یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و برپرس رهبر یه پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد اسماعیل راگهاند گوان قط داخوازه هفپاریا سیاسی به پارتیا اکیتیا دموکراتیک پیدرن نکرنه و پیشمرگه روژ هزا تکانه یا دسپاک دشورشا سوریه ده. ده هفدیتینه که ده لگل کنالا الجزیره اسماعیل گوت هین شیوه نافچه آرام یا گوته بحث کرن نهاتیه زرال کرن و هنه طاریبونک ده الوستن ولاتن خودی باندور ده سوریه ده هیا. و چارسری اهاری باش جبو نافچه آرام گو همو پیکاتین نافچه در رکفتنه که سیاسی و لشکری هف بشده بسر پرشتیه که ناف دولتی ده بشدار بن. اسماعیل هروها گوت گوان وکو انکسه داخوازه هفپاری سیاسی به پیدرن نکرنه لیوان داخوازه بشداریا همو پیکاته نافچه بریکفتنه که سیاسی و رفبری و لشکری هفبش آنکو نتن سیاسی کرنه. درباره پیشمرگین روژ اسماعیل گوت هزا پیشمرگین روژ هزا تکانه یا خودی دست سپید شورشا سوریه ده کشتن، رواندن و تالان کرن پیک نآنینه و مینا کریارین گروپین چکدار پیک نآنینه. دداویا هفپیوینا خوده برپرس رهبر یه پولیت بیرویا پدکسی محمد اسماعیل درباره رولا سروک مسعود برزانی گوت برزانی سمبولک نتوی کردیه نتنش بو کردین عراقی. و دما هیلن پیوندیه ناو دولتی درست بارزانی دبن او یک دلنیابونه که لجم کردان گودوزا کردی دستنه پارز ده.